درست است که ما تقریباً اونجا هستیم. امیدوارم شما از توسعه بویان لذت برده اید. 2 جایزه دیگر برای گلوب فوتبال دبی، 2 جایزه آخر شما آورده شدند. به شما توسط حامیان مالی عنوان ما در این سال، فراتر از تحولات ما اکنون پرداخت می‌کنیم. ادای احترام به یک بازیکن. کاملاً به سادگی جهان را بیش از یک بازیکن می‌پرستید که مترادف با رکوردشکنی است. شاهکارها و بازیکنی که آخرین موفقیت به خوبی فوتبال او را تضمین کرد. جاودانگی بله جایزه بعدی ما به اون تعلق می‌گیرد. بهترین گلزن تمام دوران با یک شگفت آور 916 گل. من مطمئن نیستم که حتی لازم باشد اسمش رو بگو. کریستیانو است. رونالدو مترادف است با شاهکارهای رکورد شکنی، با بیرحمانه کارایی در مقابل دروازه. اسطوره پرتغالی رکورد ارسال کرده است. پلت زدن در سراسر جام، خود دادن حرفه‌ای پس از ثبت رکورد برای بیشترین گل زده در تاریخ فوتبال. در سال 2022 که 7 به گذشته نگاه نکرده و اضافه نکرده است، به میراث خود را با طور 900 خود را ضرب مقابل کرواسی اکنون گلزنی می کند. برای الانسا رونالدو همچنان ادامه دارد. رسیدن به بظاهر طی ممکن با 916 گل در طول یک پرضرب و برق. بیست و 22 سال زندگی حرفه‌ای کریستیانو رونالدو است. بهترین گل بازی زیبا تا به حال دیده است. تشویر 1000. کریستیانو لطفاً بیا و جمع کن. منصوری سفارشی بی‌نظیر شما. جایزه فیبر کربن به نفرات برتر اهدا شد. گلزن تمام دوران و بهترین گلزن. بازیکن برگزیده تاریخ فوتبال گلوب. کریستیانو دوست داری چند تا بگی؟ کلمات میمه یا گوانی شما میگویی چند کلمات و سپس من ممکن است پیگیری. دوباره شب بخیر. برای من یک اتفاق بزرگ است. لذت بردن از این جام بسیار است. متفاوت از بقیه است. فیبر کربن ایده خوبی است که من اولین نفر هستم. یک و همونطور که قبلا گفتم برای من همین است. خوشحالم که در این گالا هستم. بودنش را خیلی دوست دارم. در اینجا قهرمانان زیادی در اینجا بسیار عالی است. برندگان نسل جوان پیر، نسل گلوب فوتبال همیشه این کار را می کنند. رویدادهای بزرگ در دبی دوست داشتنی است. مکان و البته برای بردن این جوایز به بهترین گلزن تمام دوران باشد. برای من عالی است. این فقط به من بدهید. انگیزه برای ادامه کارم. درست است که ما تقریباً اونجا هستیم. امیدوارم شما از توسعه بویان لذت برده اید. 2 جایزه دیگر برای گلوب فوتبال دبی، 2 جایزه آخر شما آورده شدند. به شما توسط حامیان مالی عنوان ما در این سال، فراتر از تحولات ما اکنون پرداخت می‌کنیم. ادای احترام به یک بازیکن. کاملاً به سادگی جهان را بیش از یک بازیکن می‌پرستید که مترادف با رکوردشکنی است. شاهکارها و بازیکنی که آخرین موفقیت به خوبی فوتبال او را تضمین کرد. جاودانگی بله جایزه بعدی ما به اون تعلق می‌گیرد. بهترین گلزن تمام دوران با یک شگفت آور 916 گل. من مطمئن نیستم که حتی لازم باشد اسمش را بگو. کریستیانو است. رونالدو مترادف است با شاهکارهای رکورد شکنی، با بیرحمانه کارایی در مقابل دروازه. اسطوره پرتغالی رکورد ارسال کرده است. غلط زدن در سراسر جام، خود دادن حرفه‌ای پس از ثبت رکورد برای بیشترین گل زده در تاریخ فوتبال. در سال 2022 که 7 به گذشته نگاه نکرده و اضافه نکرده است. به میراث خود را با طور 900 خود را ضرب مقابل کرواسی اکنون گلزنی می کند. برای الانسا رونالدو همچنان ادامه دارد. رسیدن به بظاهر غیر ممکن با 916 گل در طول یک پرزرق و برق. انگیزه صادق بودن. من دوست دارم باشم. در مقایسه با آنها هم سرعت، تیراندازی، حتی شکل بدن. آنها به کار سخت ادامه می دهند.
اما آنها از من بهتر نیستند. دانستن. این و صادقانه بودن مایه خوشحالی است. الان شوخی کردم اما واقعا دوست دارم. روشی که آنها کار بیلینگهام را انجام می دهند. لامین حالا این وینیسیوس نسل جوان. که آنها با یک کار فوق‌العاده انجام می دهند و به نظر من او شایسته کسب مدال طلا بود. تعظیم به نظر من ناعادلانه بود. من می گویم. اینجا روبرویی. هر کس را به رودریگو او می دهند. لیاقتش را دارند اما فکر می کنم آنها باید بدهند. به ونوس چون قهرمانان شد. آنها در لیگ قهرمان می شوند و در یک گل می زنند. هدف نهایی مسائل دیگر برای من است. وقتی لیاقتت رو داری مهم نیست. باید بدهی که لیاقتش رو دارد اما می دانی. این بچه ها همیشه همین کار را می کنند. به همین دلیل است که من عاشق گلوب هستم. فوتبال و به انجام این کار ادامه دهید. زیرا شما آن را صادقانه انجام می دهید. جوایز بنابراین این بسیار است. خوب با این توجه. تبریک میگم سال نو مبارک ما. مشتاقانه منتظر باشید تا ببینید چه چیزی قرار است وارد شود. 2025 کریستیانو رونالدو خانم ها و آقایان.